من امروز یه قرص آوردم، شاید برای شما عجیب باشه. این یه قرص سوخت هسته‌ایه. حالا حضرت عالی چه جالب. بخونید این یه قرص معادل چیه. حالا یکی از دوستان اگر چون من میخوام این تصویرش رو بینندگان عزیز ببینن و آقای دکتر شرحش رو بفرمایند. آقای دکتر بفرمایید خودتون. این نوشته پشتش یک اورانیوم طبیعی، سوخت اورانیوم طبیعیه. این برم این مال ما نیست، ایران هم اینو تولید نکرده، این جاش مشخصه، اتمیک انرژی تو کانادا مال چیزه. این قرص معادل 807 کیلوگرم زغال سنگه، معادل 677 لیتر نفته و معادل 476 چیز متر مکعب گاز. این همین قرص. بازم اجازه بدید من قرصا رو یه بار دیگه من از سمت قرصه گرفتم ولی نمیدونم دوستان ندیدن شاید. ببینید اینجاست. این همین یه تیکه، این همین یه قد یه مثلا بگم زغال داخل اتومبیل میمونه، خیلی چیز کوچک و خیلی چیز کم حجمیه، ولی میفرمایید که معادل دقیقاً